خب دوستای عزیز، کدام وقتی اگر ویندوز و یا برنامه آفیستان غیر فعال باشه، اکتیویشن کار داشته باشه، بدون کدام سافتویر و یا سکیوریتی کد یا سی دی کی کد، شما میتونین اکتیویت کنین. طریق فعال سازیش طوری است که باید قدم اول شما به اینترنت وصل باشین. بعد از اون میرین در گزینه ویندوز پاورشل. ویندوز پاورشل وقتی شما تایپ کردین، گزینه کلید راست کلیک میکنین، سریش رن از ادمنستریتور کلیک میکنین. بعد از او یس میزنین. اینجا کماندی که من براتون تایپ میکنم ایره متوجهش باشین. IRM فاصله HTTPS بعد از او دبل بکسلش نوشته میکنین get dot activated dot win فاصله این علامه بعد از او IEX دکمه انتر میزنین. منتظر باشین تا یک صفحه جدید برای شما بیاید. تا از گزینه هایی که بر شما نمایش داده شده شما یک را انتخاب کنین و ویندوز و یا برنامه آفیس خود چی کنین؟ اکتیویت کنین. بله دوستای عزیز، این گزینه پنجره جدید باز میشه. از میان از شما میتونین گزینه اول دکمه یک ویندوز به طور دائم فعال میکنه، دومیش آفیس به طور دائم، سومیش که از KMS 38 است ویندوز فعال میکنه تا 2038 و آنلاین KMS است ویندوز یا آفیس به 180 روز یا 6 ماه برتان فعال میکنه. بعد از او شما گزینه های دیگه هم است که هر کدامش شما انتخاب کرده و ویندوز و یا برنامه آفیس تان فعال بسازید. برای فعلا ما ویندوز خود فعال ساختیم، ضرورت به فعال سازی نیست. گزینه 0 میزنم. فقط همین قدر.